چقدر به ذلت افتادی بزرگترین فرمانده قرن سید حسن نصرالله. پس بالاخره اومدی نتانیاهو. دیگه دورانت به سر رسیده. چطور؟ اخوی تانجیرو تو راه اینجاست. ببند و همینجا بمیر. اوکی. حسن نصرالله بدون شک هنوز فتنجی چند تا داره. چیه؟ مینای جنگی؟ کجام کردی دهن سرویس؟ فاتی کماندو تو اینجا چه غلطی میکنی؟ دورانت به سر اومده نتانیا. همه گروه های مقاومت دست به دست هم دادن تا نابودت کنن. خفش و افته. من بهت آزادی رو دادم، دموکراسی دادم، فمینیست رو دادم. دلیل دشمنی چیه ها؟ شاید این حرفایی که تو دربارم میزنی درست باشه، اما بعدش هرچی که داشتم و ازم گرفتی لعنتی. حاج قاسم حالا ها؟ حاج قاسم چی؟